هیچ نشانه‌ای در زمینه تا به حال نداشتیم. ما مستند حرف بزنیم، حرف‌های میگن، ولی باید برای ما استناد دقیق بیاد. ما هنوز استنادی نداریم. خود دولت آذربایجان با صراحت میگه چنین چیزی نبوده. ما هم هنوز دلالتی نداریم که بذاریم رو میز. ضمن توجه داشته باشید که کشور آذربایجان یک کشور مسلمان همسایه ماست و از نظر ارتباطات فرهنگی به ما خیلی نزدیکه و دوست ما هست. حالا این در یک قسمتیش با ما اختلاف نظر داره، کما که در مناطق جنوب هم ما کشورهایی هستن که این مناسبات دارن. ببینید حتما دوستی ما با کشورها به این عامل هم درش توجه هست. دوستی هم یه امر مشککی است دیگه. شما با یک کشوری میتونید خیلی در همه جاها دوست باشید، در خیلی جاها به دلایلی میتونید ترتب قائل باشید. با همین کشورهای بزرگی مثل روسیه و چین هم که ما ارتباط داریم، خب اونا با اسرائیل ارتباط دارن، ولی ما دنبال منافع خودمون هستیم. با قضیه باید بپذیریم که در دنیای امروز این تکثر هست. اون تلقی که ما نسبت به رژیم صهیونیستی داریم خیلی از کشورها ندارن. بعضیا دارن، مثلا عراق و برخی کشورهای دیگه مثل ما فکر میکنن. نه، راجع به نگاهشون نه، راجع به اینکه مبدأ اقدام ضد امنیتی علیه ما بشه. میتواند بشود، همیشه بالقوه ممکنه، الان نبوده. یعنی الان توضیحاتی که دولت آذربایجان دادن دال بر این نبوده که اقدام علیه ما کردن. حداقل ما الان در شورای امنیت در استناد قوی در این زمینه نداریم. باورمون هم اینه که دولت آذربایجان که دولت همسایه و مسلمان و دوست ما هست این کارو نمیکنه. اینو به طور مشخص اگه امکان داره، حداقل تا حالا ما نداریم. من نمیگم تا اینجا که بررسی کردیم نداریم. خیلی دیپلماتیکه. نه واقعا نداریم. من خلاف شما نمیگم. نه نمیگم شما خلاف. نداریم. حالا اگه یه روزی پیدا کردیم جور دیگه باید عمل کرد. ما فعلا نداریم. نمیتونیم با حرفای همینجوری بی اساس اقدام